امروز میخوایم با هم بررسی کنیم موتور قدیمی پژو XU7 خوبه یا XU7 پلاس. XU7 87 اسب بخار قدرت داره، XU7 پلاس 97 اسب بخار قدرت داره. XU7 133 نیوتن متر گشتاور داره، XU7 پلاس 146 نیوتن متر گشتاور داره. این یعنی اینکه XU7 پلاس نسبت به نسخه قبلیش هم توانش بیشتره هم قدرت و شتابش. مصرف سوخت XU7 توی 100 کیلومتر محدوده 9 لیتر بود که اومدن این رو اصلاح کردن، توی XU7 پلاس محدوده 7.5 لیتر داره میسوزونه. همتون میدونید XU7 مشکل واشه زدن داره. ایران خودرو چیکار کرده؟ گفته که من این مشکل رو برطرف میکنم، ورداشته یه سری واشرهای سرسیلند چند لایه ضخیم رو انداخته روی این ماشین که این مشکل برطرف شه. بعد اومده یه منبع انبساط هم گذاشته تو قسمت خنک‌کاری ماشین و تقویت کرده سیستم فن رو. اگر این کارها که الان به شما گفتم راست باشه، ای خدا، این مشکل برطرف شده باشه، واقعا این ماشین ارزش خریدش به نسبت نسخه قدیمش XU7 بیشتره.